زنده قرش السلام علیکم بیو علیکم سلام چی تا سختی بد رفته سی اینجا برادر سلیمان یه چیز میگم در بین مردم التماس خواهش یکم گای بلند نمیگم کارت نمیگیریم گپ فکر تا بذار اگر گپ داری برادر از بعد ایفید نه گوش کده همین گوش کده جمشه سلیمان جان سلیمان ما ترا گوشت میکنم نمیجوز گوش کنم ما گام بود کنم 4 ساعت گپ گوشت میکنم خب ما کارم وقت ندارم ما ببینم چیه بچه ها جمشه روز اینم پیش همو آدم را یکون کار کردن نمیتونیم ما پیشتی پرده هرچی میجکیم اینم پیشتی چی دیگه با نامی الان اینجا میجکیم همین زلال همین لیتوا گوش کن همین زلال در لیتوا من ده ها آدم دیدم همین در زلال ده ها آدم این زعف شده که من دیدم همین اچا خود میکنن چراب داره یکا سوال تو ده همینجا چراب داره تو کی اختیار ما کی میبرای محمد اقبال این او زنی کی را قرآن چپ کردی اخی زنی فرهاد این مرده کی نیست زنی یا مرده کی دیگر را قرآن سلیمان او رو شما را که تروریست برده یک قطعه باید گپ نزنم که خطر داره اکا قطعه گپ نزنم گوش میکنم ما اگر تروریست بشیدم گوش کن ما اگر تروریست بشیدم ما این روز در آزادی نبودم ما اثبات کردم که من دکمنتو تا گرفتگی اکو دکمنت نشون دکمنت ازت مقومت چی دروغ میگی به دکمنت ما بگم دکمنت ما بگم ایو این بازار قد خیلی گرد کنه چی دفشی این سلیمان به دیدی صورت بگیرم همینجا روی کنم ایوب میبینن دیدی دکمنتی مرا سلیمان همین ما گوش کن ما الحمدلله ما آدمی هستم که ما اثبات کردگیم فهمیدی تروریست میبرن اکستریمیست میبرن چیز میبرن بروردن گیرن فهمیده چی؟ دماد اقبال چی باید اومدی؟ چی میگوی؟ این آمد یاد دماد خدیه ما دماد اقبال نیستم فهمیدی؟ اون روزا هم قطعی کماندتون خیلی کبیره این پیروای بالای کبیریه شما امروز جدا کردین مردم گفتن این یا ایمان گفتن که اون روزا گفتی که شرافدین گدایف مرا در شخصی میگه که همین کبیری را خون شرم میگه تو بدون نبود مرا گفتیم گپا ما میخوام گفتم خونم حرام هم تو نگفتی مرا بگو خونم حرام من نگفتم ما تروریست نیستم ما کبیری نیستم من میگم که دیکتاتور فهمیده چی دیکتاتور کبیری که امروز جیان کسی گرفته برای کبیری کون تمید رونی برای کبیری کون تمید رونی ما کبیری پرست نیستم ما آدم پرست نیستم ما خدا پرستم واقعی چه خدا پرستی اون روزا عطایلوف استاد یزنش میگفتم تو نبودی گوش کن دادا جان عطایلوف ما قطعیش گپانگه من آدم تعظیم نمیکنم من آدم نمیبردارم سلیمان تو همجاز در اومدی کسی هستی که بودن سلیمان جون پاسپورت ما در اصلا تو را میتونی اونم بیای اینا ما بتونی بیای پاسپورت نکنی بگردی بچه که دیره سلیمان سلیمان جون خودت خیانتگاری میدونی مرد سلیمان ما ترای چی گفتن نیست بین مردم برای قفای کوچ التماس بگو گپ تمام من چه عقبی کارو میشیدم چون من عقبی کارو میشیدم فهمیدی گوش کن تو یک خیانتکاری هست که بین مردم جنگ دختسی بین کبیری بین محمد اقبال بین فرهاد ای پروکاسیون ایتی کرده سی کو ای به هیچ جا بکار نمیاد فهمیده سی بکار که نمیرات چی تک نمیتونه جاگانی ما نه پروست تو نه بالابولی مردم بفهمن که این آدم بالابوله تو بالابولی سلیمان بخشش برات ترا گپ دم زن خودت نگذره ترا کی گوش میکنم الحمدلله ما زن داریم گودک داریم خاطر تو زن گودک
گپ زن گودک دکیم گیجا چی کار کرده سر اینم در اومدی تو نمیشه در اومدی ببین دلی چیز میرای او که غیرت رو خیالمون بیو گبینم تو نه یکم تو دلیش دزن گودک اکای سلیمان ما ترا گفتم که در بین موضوع دخالت نکرد در اومدیم خیبت ما دخالت نه ما شب روز اکای سلیمان دکازات که این فرزند محمد اقبال به همسنگر خودش با کلنش خیانت کرده دکمن در همه جا تنالش میکنی کفات در مردم نشون میدی گوش کده اکا هویانه دکلینی کبیری به خطی پیگار میزنم به هویانه دیدی گوش کن کلینی کبیری او وی بری او از زندگی میکنه خطی بچه او نمیکنه ای کنی باید فهمیدی این زنه که گیری تایش شوهرش ایروی حزب نهضت در طریق محکمه اینه می ترامپ ما تمام گیرم اگرم خیلی باشه چیکار بگیریم بچه‌ها مثلا میگویند فهمیدی مثلا نیکو میدونی حالا ما خاطر گروه تو میگم تو نه نگفتم اینا بدون دیگه میگم تولی خاطر